خب برای آرت دکوی بعدیمون نمایش آرت دکوی بعدیمون نیاز داریم به یه همچین قلمی که یه خورده براشش تقریبا نامنظم شده باشه و به هم ریختگی داشته باشه. حالا میتونید از قلم ژلایی که خراب شده استفاده کنید یا براشایی که برای میکاپتون که دیگه سرش یه مقدار نامنظم به هم ریخته است و یه مقداری پنسیل سفید، حتما پنسیل باشه عزیزان. پنسیل سفیدمون رو با قلم بر می‌داریم و به صورت نامنظم ببینید حالت پرتابی کار میکنم که لبه های مقدار حالت نامنظم و به هم ریختگی داشته باشه. یه کار تمیز و یک دست نمیخوایم. همونطور که دقت میکنیم من وقتی میخوام جهت کار رو عوض کنم در دو جهت بیشتر این کار نمی کنم که بدونیم که دیگه ما اینو نمیتونیم دست مشتری خیلی در 360 درجه بچرخونیمش. به صورت نامنظم و حالا رندوم، یه چیزی که اصلا شکل و شمایل خاصی نداشته باشه و اینکه حتما دور و برش هم یه خورده به هم ریختگی باشه. ببینید پرتاب میکنم که یه خط تمیز و مرتب نداشته باشیم. خب میذاریمش دستگاه که خشک بشه. پالتمون تو دستگاه خشک شده و یه لایه بیس روش اجرا کردم ولی هنوز خیسه و داخل دستگاه نرفته. میخوایم که لنزمون رو روش اجرا کنیم. به این صورت دارم قسمتی که میخوام قرار میدم و دوباره با چرتکه بیسم سعی میکنم مخصوصا لبه های کارم رو بپوشونم که اون حالت چروک و برجستگی کارم لنزم از بین بره. خب اینو میذارم دستگاه خشک بشه بیسش تا بیام بقیه کار رو انجام بدیم. تو این تایمی که بیسمون میخواد خشک بشه میایم مهرمون آماده میکنیم. یه مقدار پنسیل قرمز روی پالت ترکیب رنگم قرار دادم و یه مقدار کم اینو میام دوباره کنار پالت چند بار میزنم. لکه های مختلف در جاهای مختلف ایجاد میکنم که موقعی که میخوام کار رو انجام بدم مجبور نباشم دوباره سه بار این کار رو انجام بدم. مهرم آماده میکنم. پالتم هم خشک شده میارمش. جاهایی که دوست دارم لکه بیفته از این داخل نگاه میکنم و با دقت این لکه رو خیلی آروم روی کارم پیاده میکنم. دیگه این بستگی به سلیقه داره که خودتون میخواین کجاهای کارتون لکه ایجاد بشه. این هم شد انتهای این کار. حالا میخوام روی این یه مقداری پودر کلیر بریزم
که هم نسبت به کار قبلی اون متفاوت تر باشه، هم که شما ببینید که پودر کلیر به چه صورتی اجرا میشه. روی خیسی پنچل یا لاک ژلتون باید این کار رو انجام بدید. یه مقدار پودر رو برمی‌داریم، تمام قسمت هایی که لاک ژلمون اجرا شده یا پنچلمون این پودر کلیر رو میریزیم. چندین بار این کار رو تکرار کنید تا مطمئن شید که کاملا تمام قسمت های پنچل یا لاک ژلی که روی کار زدین به پودر آغشته شده باشه و کار یک دست و تمیز بهتون تحویل بده. من هر قسمت رو چندین بار تکرار میکنم که جایی بدون پودر نمونه. یه کوچولو بهش ضربه میزنم و میذارم دستگاه که خوش بشه. خب دخترها، یه نکته‌ای که من حین کار فراموش کردم بهتون بگم و قبل از خشک کردن مجبور شدم دوباره پاک کنم و دوباره اجراش کنم اینه که قبل از اینکه این لکه های قرمز رو رنگ رو روی کار پیاده کنم، اگر میخواین پودر کاش بزنید و حالت مخملی طور بمونه، قبل از کارتون تاب مات یا تاب شاینتون که میخوان اجرا کنین و اول اجرا کنین بعد از لنزتون، بعد لکه های رنگی رو اجرا کنین و روش پودر بریزین که دیگه 2 مرتبه روی این پودر تاب مات یا تاب کوتی اجرا نشه.